این باغ در دهه دشت گلو جماعت دهات دشت گلو ناحیه به نام میر سعید علی حمدانی است. سال 2009 با مهنت شریف میرزویف بنیاد شده. حاصل آن را امسال دهها اویله های دهه دشت گلو استفاده میبرند. زمین البته زمین زورکار بود، زمین سخت کلال بود. خیلی مهنت پرمشقت در کار بود که این باغ را به اوایه رساند. با دستگیری فرزندا، با مهنت فرزندا، با راهبری خود یکای شریف همین باغ به ثمر رسیده است که حاصل امسال حاصل خیلی فراوان به دست می‌آورد. خدا خواهد. امروزها که موسم جمع‌آوری حاصل است، سیب و شفتالو، آلو و دیگر میوه‌های باغ را برای تیار نمودن شربت و نوشابه‌های طبیعی جمع‌آوری نموده ایستادند. خواجگیداران مقصد دارند که قدری هم باشد در استحصال محصولات از لحاظ اکولوژی تازه وطنی سهمگذار باشند. کاری که شریف میرزویف آغاز کرد، امروز آن را فرزندان پیش میبرند. سال سوم است که باغ ما در حاصل در آمده است. ما حاصل در کاریمون را به خود میگیریم، باقی مونده‌اش با همسایه تقسیم میکنیم. این نصیحت پدر است. در جماعت دهات دشت گلو خواجگی دهقانی به نام جمشید شریف غیر از باغکاری در ساحه پختکاری هم یکی از خواجگی‌های موفق میباشد. بین دیگر خواجگی‌ها یکی از اولین ها شده کشتی تکراری زمین را به انجام رسانیدند. همه ساله ما بعد دروی گندم کشتی مکدون و شولی کشکاری میکنیم و خیلی حاصل خوب میگیریم. در پیشبرد کار خواجگی با ما فایده کلان دارد. خواجگیداران امید به آن دارند که امسال نیز از حاصل کشتی تکراری حاصل خوب به دست میآورند. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه به نام میر سعید علی حمدانی برای برنامه اطلاعاتی نوید.